بکنیم. اولیش دیدن تئاتر تا یه دقیقه رو که شروع میشه ساعت 8 و میخوایم بریم داخل و تئاتر رو ببینیم. میریم داخل برای دیدن نمایش، چون در حین نمایش نمیشه فیلم گرفت فعلا تا بعد از نمایش. خب فاطمه نظرتو بگو. اول اینکه اشکم در اومد، واقعا خیلی شبیه اوضاع الانمون بود. تعبیر فرشاد این بود که یه خاورمیانه‌ای هر جا که باشه تقریبا همیشه تو دردسره و توجه ها رو به خودش جلب میکنه. اما خودم تعبیرم این بود که سیر داستان خیلی شبیه الانمونه، یعنی این چند سالمون، این 2-3 سال اخیرمون. حالا نمیتونم خیلی بازش کنم، اشکم رو در آورد چون خیلی ها رو تو اون صحنه تصور کردم. راضی بودی؟ در کل خیلی راضی بودم و اینکه بازم میگم حیف هنرمندایی که دیده نمیشن و جاشونو خیلی ها که لایقش نیستن گرفتن. مرسی. خیلی خوب بود، دوست داشتم. یه جایی واقعا اشکم داشت در میومد. بازی های خیلی خوب. حالا داستانشون نمیگم به خاطر اینکه 3-4 روز بیشتر اجرا نیستش. خوشحالم که تئاتر خنده‌دار خوشم نمیاد اصلا و از تئاتر کمدی متنفرم اجرایی. واقعا بازیگر خیلی خوبی داریم تو تئاتر اجتماعی و سیاسی. دوست داشتم. خب از اونجا که یه ولاگ خالی ما رو ارضا نمی‌کنه، یه داستانی کوچیکی راجع به تاریخ پیدایش کلا ساختمون تئاتر شهر بهتون بدم. حدوداً 100 سال پیش خیابون انقلاب، چهارراه پهلوی یا همون چهارراه تئاتر شهر، در نظر بگیریم که یه خندقی بوده و شمالی ترین قسمت شهر بوده تو دوره ناصرالدین شاه قاجار. نقشه های تهران قدیم رو که نگاه کنیم میتونیم ببینیم که قسمت شمال غربی در واقع تهران شده محله تئاتر شهر کنونی و دور تا دور شهر هم خندق بوده. یه روز رضاخان تو خیابون پهلوی یا ولیعصر کنونی داشته قدم میزده و می اومده به سمت خارج شهر. به خندقا که میرسه به همراهش میگه که فردا به شهردار بگیم بیاد خدمت من. فردا شهردار میادش و رضاخان بهش میگه که این قسمت خندقا رو باز کن و
خیابون کشی کن. از همینجا کم کم تهران دیگه شروع میکنه به توسعه. ساختمونی اینجا درست میکنن به اسم ساختمون بلدیه، عمارت بلدیه و کم کم اینجا پاتوقی میشه واسه خواننده ها و تو روزای تعطیل لبو و باقالی و ساندویچ های آندره و چهارشنبه پروگرام دنس بوده میگذره و کم کم اون جنبه هتل بلدی کمرنگتر میشه و بیشتر شبیه کافه میشه و اسمش هم تقریبا میشه کافه بلدی. خواننده ها میان، استاد بنان، ملوک زرابی، ویگن و مابقی خواننده ها می اومدن اینجا برنامه‌شون رو اجرا میکردن. این روند تا سال 1330 بیشتر ادامه پیدا نمیکنه دیگه. با وسعت گرفتن تهران و اضافه شدن کاباره ها و کافه ها دیگه اینجا کمرنگتر میشه. اسمش عمارت کافه شهرداری میشه، اما شهرداری دیگه تصمیم میگیره که کم کم اینجا رو تعطیلش کنه، به انبار مواد غذایی تقریبا تبدیل میشه. تا سال 1340 به پیشنهاد بانو فرح پهلوی تصمیم میگیرن که یه عمارتی به اسم تئاتر شهر رو اینجا درست کنن، چون که دیگه اونای تئاتری که بوده، تئاتر نصر و تئاتر سعدی خیلی کوچیک بودن. تئاتر داشتش پیشرفت میکردش تو تهران و نبودی سالن تئاتر خوب و بزرگ احساس میشدش. تو سال 1346 کلنگ شروع ساخت این ساختمون با الهام از برج طغرل استارت میخوره توسط استاد افخم تا سال 1351 که تو بهمن ماه اینجا افتتاح میشه. موقعی که میای تو این فضاها قرار میگیری و قدم میزنی، اینکه تجسم میکنی که قدیم مثلا اینجا چه آدمایی بودن، چه کسایی میمونن در واقع رفت آمد داشتن اینجا. اینکه یه زمانی این خیابون انقلاب کلا خندق بوده و بالاتر از اون هیچی نبوده. اینکه چه آدمای بزرگی اومدن اینجا، سرشار از زندگی بودن، تلاش میکردن برای زندگیشون. شاید ماها روزانه خیلی از این از کنار اینجور مکان‌ها و اینجور جای تاریخی عبور کنیم، خیلی بی‌تفاوت، انقدر که پریم از افکار مختلف، از مشکلات زندگیمون و فرصت اینکه یه نگاهی بندازیم، یه سرمون رو بالا بیاریم، کاشیاش و ستوناش رو نگاه کنیم نداریم. اما خب میدونید تجسم این که یه زمانی چه اتفاقاتی اینجا افتاده باعث میشه که یادمون باشه که زندگی کنیم. خودمون اول از همه مهمیم، خودمونیم که باید زندگیمون رو درست کنیم. مشکلات بالاخره حل میشن، اما عمرمون و دقایق و ثانیه هاست که داره میگذره. خوش بگذرونید. ما هم 100 سال دیگه نیستیم. آره دقیقا همینجوریه.
خیلی حرف زدم، گشنم شد. بریم کم کم دیگه برای غذا. ساعت هم نزدیک 10 بریم تا نوسته که به غذا برسیم. خب شامونم خوردیم. اونقدری که فکر میکردیم انتظاراتمون رو برآورده نکرد. زیاد باب میلمون نبود. حالا بیشتر راجعش توضیح نمیدم، البته توصیه هم نمی کنم به کسی. نظر چی بود؟ واقعا اینجوری شبمون تموم شد. این اولین ویدیویی بودش که از پلیلیست شبای تهران که اختصاص داره به شبگردیامون، ایده‌هایی برای شبگردی تو شهر تهرانه. خب الان با شرایطی که پیش اومده، مخصوصا بعد از جنگ 12 روزه، یه مقدار اون حال و هوای قبل تهران از دست رفته و گزینه‌های کمتری هم داریم کلا برای نایت لایف و وقت گذروندن تو شبا برای تفریحات. اما چه میشه کرد؟ باید ادامه بدیم و مهم اینه که وقتمون رو حداقل تو همین شرایط هم به بهترین نحو بگذرونیم، چیزهای جدید رو تست کنیم و خوش بگذرونیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. منتظر ویدیوهای جدیدمون از پلیلیست شبای تهران باشین. اگر دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب کنید، کانال رو به دوستاتون هم معرفی کنید، نظرتون رو کامنت کنید و همین. دوستتون دارم. خداحافظ. مراقب خودتون باشین. دیر وقت هم شده بریم که دیگه فردا ما بریم سر کار. خداحافظ. بچه‌ها این همه ما ناراضی بودیم از کبابمون. کباب خونه اصلیه اینجاست. ما اشتباه رفتیم. اونجایی که می‌خواستیم بریم اینا دقیقاً 100 متر با هم فاصله دارن. بعد این حاج فضلالله گلپایگانی، اون حاج غلام حسین گلپایگانی بود و پسران، جفتشون و پسران هم دارن. نه اون پسران نداشت. اون پسران نداشت. آره این پسران من گفتم خدا این چرا پسران نداره. ببینید اونجا جز ما 2 نفر دیگه اومده بودن شام بخورن، ولی اینجا رو بذار بهتون نشون بدم. ببینید چقدر شلوغه. بعد ما اونجا تعجب کرده بودیم از اینکه چرا نون داغ نداره، چرا اینقدر خلوته. اومدیم اینجا سورپرایز شدیم. حواستون باشه شما اشتباه ما رو نکنید. اون کباب خونه
خوبه؟ فضل الله گلبایگانی، نه حسین گلبایگانی. ما الان 2 تا گول خورده ناراحت. سیر ناراحت.